خب به نام خدا. سلام اهالی ادبیات. برنامه رو راست فصل اول داستان ممیزی با جناب آقای خشایار دیهیمی، مترجم و روشنفکر در منزل شخصیشون در کلاردشت. آقای دیهیمی خیلی ممنونم از اینکه ما رو به حضور پذیرفتید. خواهش میکنم. قربان شما. امیدوارم که صحبت به درد بخوری داشته باشیم انشاءالله. آقای دیهیمی، ما اگه دو تا دهه رو در ادبیات معاصر با هم مقایسه کنیم، یعنی دهه 20 و دهه 40، تو دهه 20 فضای باز سیاسی و فضای آزادی ها بیشتر بود. تو دهه 40 خب فضای سانسور آروم آروم داشت قوی تر میشد، فضای اختناق. ولی تو دهه 40 ادبیات دوران بهتری داشت، یعنی اون چهره‌های طلایی ادبیات معاصر اوج بروزشون در دهه 40 بود. دهه 20 انقدر بروز نداشتن. دلیلش چی بود؟ من اول یه حرف شوخی و جدی بزنم و که در واقع میتونه بنیان همه صحبت ما باشه و اونی است که برخلاف آنچه که سانسورچی ها فکر میکنن، هرچی سانسور رو بیشتر بکنن خلاقیت بیشتر میشه، هرچی در رو بیشتر ببندن فشار از اون پشت بیشتر میشه. این به اصطلاح حرفیست کلی، نه راجع به دهه 20 و 40 و اینا. این به همه دنیا هم، یعنی ما و بالاترین خلاقیت رو مثلا تو ادبیات روسیه بزرگانی مثل تولستوی، داستایوفسکی و غیره در بدترین دوره سانسور تزاری متولد شدن و این در واقع نوعی نشانگر عدم اشراف کسانی است که فکر میکنند که با سانسور میشود جلوی ادبیات بگیرد. این حرف کلی بود. اما راجع به دهه 20 و دهه 40، ببینید دهه 20 مسئله فقط این نیست که سانسور نیست. ما از دوره رضاشاهی عبور کرده ایم، به یه دوره جدید رسیدیم. جامعه خیلی پرتلاطم هست و ادبیات هم خیلی دقیق لزوما ربطی به سیاست نداره. گاهی اوقات ربط پیدا میکنه ولی حتما و الزاما مرتبط نیست با سیاست. هنوز اون فضایی که آدم ها رشد بکنند و به سبک خودشون دست پیدا بکنند وجود نیامد. دهه 40 در واقع محصول دهه 20. همه اونهایی که در دهه 40 آمدن همه پرورش یافته دهه 20 است. یعنی در اون فضای آزاد، نسبتاً آزاد پرورشی در دهه 20 این آدم ها رشد کردن و خب در نتیجه پرورشی منظورتون گلخانه‌ایه؟ نه ابدا. منظورم پرورش دیگه، یعنی آموزش و پرورش که میگیم. من چون خیلی راجع به آموزش نمیخوام صحبت بکنم، چون خیلی از این آدم ها اصلا مثل شاملو اصلا تحصیلات آکادمیک نداشتن که بنابراین من نخواستم از لغت آموزش استفاده کنم، لغت پرورش گفتم. چون پرورش این است که شما در یه فضایی میتوانی با آدم ها تماس داشته باشی و بتوانید در واقع رشد فرهنگی پیدا کنید، با ادبیات جهان آشنا بشیم. ببینید اصلا ما دهه 20 فوران ترجمه است. ما در دوره 20 ساله حکومت رضا شاه چندان ترجمه رونق نداشت. دهه 20 ما و ناگهان فوران ترجمه، ما بهترین مترجمینمون یا در بخصوص در حوزه ادبیات در همون دهه 20 و نقش ترجمه در این پرورشی که صحبتشو کردم خیلی مهم بود. یعنی ما با ادبیات به ممیزی نداره، ممیزی باشه یا نباشه. نه هنوز اصلا چون این صحبت میشه بعضن که چه از طرف اهالی ممیزی چه مخالفانشون که ممیزی به نوعی میتونه فضا رو ببنده.
برای بروز خلاقیت. حتی مخالفای ممیزی هم در مخالفت با ممیزی یکی از استدلالاشون اینه. من نظرم این نیست و وقتی بریم راجع به تأثیرات ممیزی اگر به صحبت بخوایم بکنیم، اونجا من این مسئله رو بیشتر میتونم بشکافم که ممیزی تا چه اندازه اصلا میتوانن موفق باشه و در چه زمینه‌هایی و عملاً آنچه که تجربه جهانی است، تجربه مملکت خودمون هم هست، نتیجه معکوس داشته. ممیزی همیشه نتیجه معکوس داشته و بنابراین اونو سر جاش بحث میکنه. من هم دهه 20 و 40 رو بگیم داشتم میگفتم که اینا در دهه 20 با آشنایی با ادبیات فرانسه، ادبیات روسیه، اینا ادبیات آلمان، اینا به وفور ترجمه شدن. آدم ها فرصت پیدا کردن با ادبیات جهانی در واقع آشنا بشن و تأثیر بذارن. محصولش میشه دهه 40. محصولش شد دهه 40. یعنی ما در دوره قبل ترش فقط یه نیمایوشیج رو داشتیم که حالا با یه استثنایی بوده است، اونم به طبیعتاً شعر ما به جایی رسیده بود که نیاز به نفس تازه داشت. حالا یه نفر پیدا میشه به اسم نیما و این کار میکنه. دهه 40 برصد من منظورم این است که مقایسه دهه 20 و دهه 40 در واقع مقایسه و عکسشه، یعنی 20 سال قبل از دهه 20، یعنی 1600 تا 1320 و حالا دهه 40 یعنی 1320 تا 1340. اون خیلی به فوران خلاقیت در 300 تا 1320 نداشتیم، در نتیجه خیلی پربار نیست ادبیات دهه 40 هست. دهه 40 چون اونجا ممیزی هست یا نیست؟ آره اصلا این ربطی به ممیزی نداره. بعضی از روشنفکران اصلا آقای دهیمی روشنفکری که از ترس ممیزی کتابشو بریزه تو جو، واقعا این ممیزی حقش نیست؟ من اصلا این بخش روشنفکری منفعل من اجازه بدید من یه خاطره شخصی میگم. خب من خیلی منم تو همین مملکت زندگی کردم، تو همیشه من اصلا تا حالا پامو از این مملکت بیرون نذاشتم، حتی برای یه سفر تفریحی هم حتی یک روز هم نرفتم. این پرانتز. ولی یه خاطره شخصی میگم که یک زمانی که همه نادان بودند و واقعا هم ممیزی سفت و سختی و اینایی بود و با اون کاری ندارم، باز به موقعش پیش میپردازیم. من به دوستانم گفتم بابا آخه نمیشه، شما میگی که به دلیل ممیزی من تولید نمیکنم، کشو تو بکش بیرون ببینم چند تا کتاب داری و دادی ارشاد و مجوز نگرفت. من اون وقت قبول میکنم حرف تو رو که به دلیل ممیزی است که تو تولید نمیکنی، چون اون آدمی که میخواد تولید بکنه دست خودش نیست. آدم اصلا توانایی تحمل این که تولید نکنه نداره، تولید میکنه میذاره تو کشوش، چون به الزام داره، یعنی یه حالتی است که خارج از اختیار آدم. وقتی کشو تو باز میکنی خالیه، خب یعنی پس تو کار نکردی اصلا، ممیزی رو بهانه میکنی. این البته به این معنا نیست که ممیزی اصلا نبوده و اینا، ولی من میخوام بگم که اون آدمی که تولید میکنه ناگزیر تولید بکنه، یعنی در درونش میجوشه. آدم داستان شعر رو که تو دلش نمیتونه خفه کنه میاره رو کاغذ. حالا ممیزی سانسور اجازه نداد، اون دیگه حالا یه بحث جدا، ولی وقتی یا کشوشون خالی، من میگم این عدم صداقته. ممیزی و سانسور رو بهانه کرده. میخوام همین رو بگم که اصلا ممیزی چقدر برای کشو خالی ها خوبه، یعنی یه مستمسکی میشه برای تنبلیشونه یه سری، یعنی خب برای اون عده بر، ولی این عمومیت نداره. یعنی ما اون کسانی رو هم داریم که تولید کردن، ولی این نق زدن عمومی فرق داره با اون آدمی که بگه ببین این کتاب من، این کتاب‌های من، این شعرهای من، این قصه‌های من و خب اینا رو اجازه نمیدن که نمیدادن. اون آدم‌ها رو حسابشون باید از اون یکی‌های دیگه که اون نق زدن عمومی رو من
انگار از ممیزی کاسبی چون اون میکنن. یکی که خب اون یکی که تولید کرده اون حالا میتونه راجع به یه چیز مشخص نخ بزنه، ولی اونی که تولید نکرده همینجوری فقط میگه که سانسور هست من نمیتونم. خب اصلا تولید نکردی. آیا این تو میزگردی که با آقای مختاری داشتین، آقای مختاری خدا بیامرز گفتش که یه بحثی رو مطرح کرد، بحث پیشگیری و پیگیری که الان ممیزی تو ایران سبک پیشگیریه و پیشنهاد نویسنده ها میتونه سبک پیگیری باشه. شما اینو با چه خوانشی قبول دارید یا اصلا قبول دارید این رو؟ ببینید اصلا تو همه دنیا اینطوریست، یعنی اصولاً ممیزی قبل از انتشار بی‌معناست، چون کتاب رو شما در میاری، اگر مشکلی داشته باشه باید شاکی داشته باشه، یا شاکی عمومی یا شاکی خصوصی، و اونجا باید رسیدگی بشه. اصلا ببینید ممیزی هزار جور آفت داره، بعضی چیزاش اصلا به دلیل ناممکن بودن است. آدم باسواد نمیره سانسورچی بشه، بنابراین اون کسایی که ممیز میشن توی وزارت ارشاد من خیلی هاشون رو تصادفاً شناختم. آخه این اصلا اندازه ای نیست که بخواد راجع به مثلا آثار آدمایی که در این سطحن که تولید میکنن اظهار نظر بکنه. خب اون اصلا فهمش اجازه نمیده، سوادش اجازه، آدم با سواد هم نمیره سانسورچی بشه، بنابراین میرن سانسورچی رو از آدمای معمولی کم سوادی که من باور میکنه، باز یه خاطره شخصی بگم، یه بار رفته بودم وزارت ارشاد یه کتاب من مجوز نمیدادم، گفتم این کیه که مجوز نمیده؟ حاضرم شرط ببندم که از رو اگر یک صفحه این کتاب رو بی غلط خوند اون کسی که نوشته این کتاب غیر قابل انتشار. میتونی کتابو بگین؟ حالا به یه دونه نبود، با 5-6 تا بود، ولی با خود کتاب با کار آره کتاب اونی که روش به این ماجرا پیش آمد کتاب فلسفه سیاسی بود، جلد سوم فلسفه سیاسی، اون اصلا مال کلوسکو. گفتم اگر ممیز شما یک صفحه از رو این رو بتونه بی غلط بخونه، فقط بخونه، من هر چی شما بگید قبول میکنم. محاله این آدما سوادشون قد نمیده. گفتم نمیاد که آخه آدمی که با سواد کتاب خونده، عشق کتاب، اون میاد سانسورچی بشه. نه، یه آدمی که فقط یه حقوق ماهیانه بگیره و بعد یه اظهار نظری بکنه و به کجا رسید آخر؟ درستی مجوز؟ بله، مجوزشو گرفتم در بدترین دورم بود. من دعوایی هم میرم دعوا میکنم، یعنی ساکت نمی نشینم، اصلا دلیل نداره، یعنی وقتی حق با منه و میتوانم از کتابم دفاع بکنم و البته گاهی اوقاتم خب نتیجه نمیده مال بعضی آدم‌ها. در مورد من اینطوری نبوده، در مورد من تقریبا برای همه کتابا، من الان کتابی که مجوز نگرفته باشه ندارم و اصلا یک کلمه هم حذف نمی کنم، یعنی به هیچ عنوان حاضر نیستم حذف کنم. ممیزی درباره شما داید این موفق نبوده؟ میگم نمیتونه موفق باشه. من آخه یه اصطلاحی برای خودم دارم. اون نویسنده‌هایی که الان نالانن قصه‌شون چجوریه؟ ببینید اولا من نویسنده نیستم، مترجمایی که نالانن. بعد خب حالا شاید مثلا، ولی من هرگز تن به ممیزی ندادم، دعوا کردم و برای خیلی کتابام گیر کرده، ولی همیشه گیرش رو برطرف کردم و با دعوا، نه با خواهش، نه با التماس. اصلا کی باشه، من از نظر خودم معتقدم که ببین اون آدمایی که میان تو وزارت ارشاد میشینن، چه در بخش ممیزی چه هر جایی، اونا کارمندن، اونا که فرهنگ تولید نمی‌کنن. فرهنگ خانه منه، ما خشت این فرهنگ اگر داریم، مال نویسنده است، مال مترجم، مال شاعر، اینجا خانه منه، اینا مستاجرن، این کارمنده. باز مثلا اصطلاحی که توی یادداشتم هم به کار بردم، در شفاهی هم میگم، این است که گفتم میدونی فردا تو رو از اینجا برمی‌دارن آقای من 10 تا وزیر دیدم در عمر
10 تا وزیر عوض شده. 7 تا این ور 2 تا اون ور. نه اونوریا که من قبل از انقلاب بودم. همه این ور. همه این ور. 10 تا وزیر ارشاد دیدم دیگه، همه‌شو. بعد مثلا 30 تا معاون وزیر ارشاد دیدم. من گفتم که بابا آخه شما مستاجرش میختبیده میکوبه دیوار، بیرونت میکنم. من واقعا وای میستم باید بیرونش کنم. یعنی برای من اون یک کارمنده. گفتم از اینجا برمی‌دارن تو رو اینجا داری مجوز صادر می‌کنی، فردا می‌ذارن کارخونه سیمان، باید پاکت سیمان مجوز امضا کنی. تو فقط بلدی امضا کنی، تو که خودت تولید نمی‌کنی. تو باید بدونی اینجا صابخونه منم، تو مستاجری 2 روز اینجا هستی، 2 روز بعدم سیاست عوض میشه. بعضی نمی‌تونن حقشون رو بگیرن. جان؟ بعضی حقشون رو نمی‌تونن بگیرن. والا 1000 تا چیز هست. بعضیشون تنبلی میکنن، یعنی این احقاق حق، این رویه، یعنی این اصلا تنبلی نیست که این درک کنن ما صابخونه‌ایم و ما با خودمون باید. من اصلا بارها نه تنها برای کتاب خودم، من برای کتابای دیگران رفتم مجوز گرفتم، رفتم گفتم آبروتون رو میبرم اگر مجوز نداری، دلیل نداری، یا باید دلیل ارائه کنی یا آبروتون رو میبرم. من احساس صاحبخانگی دارم در حوزه فرهنگ و اجازه نمیدم یه مستاجر من به صاحبخونه زور بگیر. من باید اونو بیرون کنم، اون که نمیتونه منو بیرون کنه چون من تولید کننده. ولی بین ما صاحبخونه ها ما این درک نداریم که من صاحبخونم، این فرهنگ مال منه. من اصلا یه روز تولید نکنم، من یعنی امثال منم، نه اینکه من کسی نیستم. تولید کننده ها تولید نکنن اصلا فرهنگ معنی نداره. که یه نفر نشسته یه کاغذ جلوش گذاشته امضا. شما فلسفتتون اینه که از مادر زاده نشده ممیزی که بتونه جلوی کتاب شما رو بگیره. اصلا ممیزی زاده نشده. فرهنگ مملکت رو اون کارمنده درک میکنه، منی که صاحب این فرهنگم، تولید کننده این فرهنگ رو درک نمیکنم. اون برای من میخواد بگه چی اخلاقیه چی اخلاقی نیست، چی درسته چی غلطه. اون باید بشینه سر کلاس من بهش یاد بدم که بابا حواس رو جمع کن، تو هیچ الفبا نمیدونی، بشین اینجا الفبا یاد بگیر. من صاحبخونه‌ام، من تولید میکنیم. من یه چیزی یاد داشتم و از دو بیت، یه بیت از سعدی آوردم، یه مجوز نشر من رو درک کرده. گفتم خونه تو رو وزارتخونه رو سرت خراب میکنن. اصلا با که تو یادداشت رسمی هم تو روزنامه مملکت نوشتم و گفتم آقا جان اصلا کاری نیستی که این خانه مال من ساختم و تو یادت باشه در این 2 روزه کاری بکن که نامت به نکویی ببرند. سعدی. بعد گفتم ولی من میدونی کیم؟ من هرگز نمیردم که دلش زنده شد بهش. من دلم به عشق زنده است. من که نمیمیرم، تو نمیتونی منو بکشی. تو 2 روز اینجایی، در این 2 روز دنیا، در این 2 روز کارمندی که کاری بکنیم که نامت به نکویی ببر. ما اگر این حس رو میداشتیم هرگز خودمونو به این حس رو ندارم. چرا؟ خب نیست دیگه. یعنی خب اصلا من انواع آدم ها داریم که این حس رو ندارن. یه عده هم دارن، یه عده هم وایسادن پاش، ولی یه عده بیشتری اگر ما تو سینمامون خب وقتی سینماگری میتواند به درخواست وزارت اطلاعات فیلم بسازه، این فیلم سازه، من که اونو نمیگم فرهنگی. وقتی نویسنده حاضره که نمیدونم کتابش رو زیر و زبر بکنه به خاطر اینکه ممیزه گفته نمیدونم این کارو بکن. ممیز کی باشه که به تو بگه که تو رمانتو عوض کن، تو داستانتو عوض کن؟ تو خیلی هم بودن که نکردن. گفته ببین اصلا از خیرش میگذرن، صبر میکنم تا روزی که بتونم اثر واقعی شد. حالا این یک بخششه که خب اینور اگر ما قوی، متحد، صاحب اصول بودیم نمیتونستن این وزارتخونه ها این بلاها رو سر ما. اصلا برای من فرقی نمیکنه که نمیدونم میرسلیم فرهنگی مملکت، صفوار هرندی، دارم اسم وزرا رو میبرم دیگه.
من این آدم ها هیچ، این آدم ها هیچ اصلا. این آدم اصلا به عمرش کتاب نخونه، کتاب نمیدونه چیه. من زندگیم کتاب بوده، من عشقم کتاب بوده. یعنی من اون وقت برای جوون این مملکت دیدم نمیشوزه، اون دلش میشوزه. کارمند ایدئولوژیک فرصت طلبه. آقای دیهیمی هم قبول کنید بعضی از روشنفکران دلشون برای این مملکت نمیسوزه. ممیزی رو جمهوری اسلامی اعمال کرد ولی عراق به ایران حمله کرد. درکی از این که مثلا به مملکت داره حمله میشه، این تفکیک‌ها صورت نگرفته تو روشنفکران. ببین ببین همینجوره، در همه جا همه جور آدمی هست، اما اصل این است. یعنی ما و این الفاظ رو من خیلی دوست ندارم به من بگن روشنفکر. من یه اهل قلمم، من فقط از راه قلم هم نون میخورم هم اصلا نون نمیخورم. یعنی من حاضرم نون نخورم ولی قلممو نمیپوشم، قلممو زمینم نمیذارم. و بارها در زندگی من شعار نمیدم. من هر چی میگم قبلا پیشترش زندگیش کردم. مطلقاً اهل شعار دادن نیست. بله بفرمایید. زندگیش کردم. یعنی آدم باعث من گرسنگی کشیدم ولی قدممو نفروختم، به قدممو زمینم نذاشتم. زمانی بود که من 40 تا کتاب توی کشوم بود، من تنها کشو پر بود. جنگیدم به اونا نجات دادم ولی خب گرسنگی کشیدم. این قاعدش تو دنیا هم همین است. ولی حالا دیگه به آدم تقلبی هم اصلا ممکنه، یه اتفاقا ممکن است، یعنی من اینو ناممکن نمیدونم که یه وزیر هم بیاد واقعا اهل فرهنگ باشه، درک داشته باشه، شعور داشته باشه. و اونجا من با اون متحدم اصلا. یعنی ما مثلا تو فرانسه داشتیم که آندره مالرو وزیر فرهنگ شده. میشود، اصلا دلیل نداره که همچه آدمی وزیر نشه. بنابراین من اصلا به سمت‌ها کاری ندارم که من به هر کی باشه، این طرف باشه، این ور باشه، اون ور باشه. من به خلق و خو کار دارم، من به اصول کار دارم. آدم‌هایی که به اصول پایبندن یک شرفی دارن و با انگیزه قلم. من هرگز از این نمی‌نالم. الان اینجا گفتم خجالتم میکشم که بگم که من گرسنگی خوردم ولی چی. من این شعار نیست که میدم، این به خاطر اینکه زندگیش کردم. نه اینکه بگم که نمیدونم، ولی آدمی که دائما داره راجع به فقط پول صحبت میکنه. آقا این که درآمد نداره، آقا این که مگه روزی که میآمد اینجا نمیدونستی چه خبره؟ مگه قرار بود که مثلا یه نویسنده قراره که مثل تاجر تیراهن درآمد داشته باشه؟ خب این سختیاشو داره. یه اونی که راجع به پول و نمیدونم این که آی ما فقیریم بیچاره، من از سر بدبختی میرم نمیدونم کتاب ضعف ترجمه میکنم. آدم که از سر بدبختی که نمیره کتاب ضعف ترجمه بکنه. منفعل بودن این دیگه. بله یعنی اصلا گفتم من با هیچ عنوان و لقبی آدم ها رو به طبقه بندی نمی کنم. من میگم آدم صاحب اصول داری، آدم بی اصول داری. یه آدم ممکنه فقط به طمع شهرت و نمیدونم درآمد و نمیدونم اینا بیاد قلم به دست بگیره. یه آدمی هم نه به عکس. اونو من از اهل قلم نمیدونم که نمیگم چیزه، ولی ادعای این که من اهل قلمم نمیدونم، اون هیچ او بره نونشو بخوره زندگیشو بکنه، من کاری ندارم. کتاب زردم باید در بیاد، هیچ اشکالی نداره. ولی اون دیگه بیاد، اون دیگه اهل قلم نیست. اون دیگه فقط راه نون خوردن. بعضیام که نقد میکنن درباره ممیزی صحبت میکنن تو ایران نیستن، به خارج از ایران. این صحبت‌ها واقعا چقدر معنا داره؟ الان شمایی که اینجا هستید و میگید تا الان پاتون رو از ایران بیرون نذاشتید، جنگیدنتون معنا داره. اون طرف این بالاخره باید یه هزینه‌ای هم داده بشه. ببین اونایی که اونورن به دو دسته تقسیم میشه. یکی که واقعا ما ببین واقعیت‌ها رو باید عیناً، یکی جونش رو برداشته در رفته و قبلش هم
هم سانسور و هم فشارهای دیگر رو چشیده. ولی یه عده‌ای هستن که اصلا هیچی خوشی زده زیر دلش و بعد رفته اونجا هی داره راجع به سانسور صحبت میکنه. من خودم مردم، من که اینجا دارم کار میکنم، من خودم بلدم راجع به حقوق خودم صحبت کنم، احتیاجی ندارم تو راجع به حقوق من صحبت کنم. دیگه نکته دیگه باز ممیزی بهانه‌ای شده، ما وارد خود بحث ممیزی میشیم. ممیزی بهانه‌ای شده بعضی تصور می‌کنن ممیزی انگار فقط از سال 57 به وجود اومده. یعنی درست ممیزی هست ولی خب چرا جنگ و صلح دیگه نیست؟ چرا داستایوفسکی نیست؟ چرا کارامازوف نیست؟ اصلا همه اینا هستن ولی نه مثلا چرا نمی‌نویسید اینو؟ این که نمی‌نویسید چرا ربطی به ممیزی داره؟ ببین ما و بزرگترین آفت سانسور بعد از انقلاب که تفاوت داره با سانسور قبل از انقلاب، سانسور قبل از انقلاب فقط به یک معدود مسائل سیاسی و ایدئولوژی، کتاب‌های مارکس و لنین و نمیدونم اندیشه‌های چپ یا اشاراتی به دربار و چه رضا شاه باشه چه محمد رضا شاه باشه، ولی در حوزه اجتماعی و اینها چیز نبود. سانسور بعد از انقلاب ایدئولوژیک و دینی شد و با نگاه بسیار کوتاه‌بینانه، چون درک از ادبیات ندارن. ادبیات زندگی دیگه. ببین عشق رو سانسور کردن، نه کلمه، یعنی اصلا فضای عشق، هر چیزی که زندگی اینا همون جوری که میخواستن جامعه همه چیزش پوشیده یعنی پنهان باشه، اون پشت رو هر غلطی دلت میخواد بکنی، ولی بابا اینطوری نیست. زندگی دیگه، آدم ها زندگی میکنن. یعنی شما میدونید که آدم ها با استایل آف لایف های مختلف دارید. مگه میشود داستان نوشت که همه استایل آف لایف داشته باشه، همه صبح تا شب نماز بخونن و روزه بگیرن؟ آخه اینطوری نیست. مگه تو جامعه ما همه آدم ها اینطوری هن؟ تازه اونم بخوای بنویسی که نصف بیشترشون ریاییه، باز اونم نمیذارن، چون نصف بیشتر اونم ریاییه دیگه. خب بنابراین سانسوری که زندگی رو سانسور کردن، دوره پیش از انقلاب ما سانسور زندگی نداشتیم، سانسور سیاسی فقط داشتیم. اون سیاسیش هم فقط و فقط من میتونم اسم کتاب‌هایی ببرم که سیاسی بود و به میثاق رژیم هم خوش نمی آمد. ولی وقتی انقلاب شد از دور داشتید می‌دیدید یه ایدئولوژی داره میاد. چه تصوری داشتید؟ فکر نمی‌کردید چنین اتفاقی بیفته؟ چرا؟ دقیقاً من اصلاً طرفدار انقلاب نبودم. من یک ضد انقلاب بالفطره‌ام. یعنی نه فقط انقلاب، کلاً مفهوم انقلاب، اصلاً انقلاب روسیه، انقلاب فرانسه، همه انقلاب‌ها مخالفش از انقلاب چین و حتی خب اینو الان ببین حتی سانسور مطبوعاتی، سانسوری که خود سانسوریه. من تو بهار عربی یه مقاله نوشتم ببین فاجعه داره اتفاق میفته، یک کدوم از این مملکت‌ها به رستگاری نخواهند رسید. الان میزنید میرقصید نمیدونم میدان تحریر و اینا دارن بدبختی خودشون رو رقم میزنن. من سال 57م اینجا گفتم ببین من طرفدار رژیم شاه نیستم، ولی گذر مسالمت آمیز امکان پذیر است، بی آنکه این همه ساختار مملکت و هم ساختار که مال رژیم نیست. آخه یه چیزهای عجیب و غریبی ساختن. پدر منو پاکسازی کردن. پدر من استاد دانشگاه تهران. بعد به چی؟ تحکیم پایه های رژیم. آخه تحکیم استاد میگه سر درسش میده، تعلیم تربیت درس میده. تحکیم پایه های رژیم یعنی چی؟ آخه یه مش کی اینو امضا کرده؟ شاید باور نکنید. آبدارچی دانشکده. من فکر کردم می‌خواید بگید سروش. نه آبدارچی، نه آبدارچی دانشکده. من خودم چون پدرم نمیرفت اون موقع، بازم گور پدر من گرسنگی میخورم نمیخوام چیز میکنه. آدمی که نمیفهمه که من بعد کرده بودنش حراست و نمیدونم چیز،
بعد اون امضا کرده بود که بعد من میرفتم پیش اون موقع دکتر فاضل وزیر علوم بود. دکتر فاضل که دکتر چیز بود، پزشک بود. بله. خط داد که بابا اصلا این بی خود آخه این آدم تو پروندهش کوچکترین چیزی پیدا نمی‌کنی، آدم باسواد پاک دست بود. بعد بردم با این خودم بودم شخصا می‌بردم اونجا، اون آبدارچی به من گفت که فاضل گفت. بعد برگشتم رفتم پیش فاضل گفتم آقا نشد. گفت خب آقا چرا نشد؟ گفتم آقا روم نمیشه بگم چی گفتم. خطاب به وزیر گفتین و وزیر بله دیگه، یعنی اون نامه وزیر رو من دادم، گفتم آقا اینو بردارید، این چیزی گفت که دو خورده فاضل. بعد دیگه به فاضل هم گفت که فاضل گفت. دوباره نوشت، صد نکرد که نکرد. ببین اینطوریه، یعنی انقلاب این اتفاق میفته دیگه. تو انقلاب روسیه‌ش هم تو نمیدونم انقلاب چینش هم همینجور بوده دیگه. هیچ که سر جاش نیست، عناوینی پیدا میشه، در حالی که اگر ساختار داشتم اینو میگفتم که تحکیم پایه‌های رژیم رو میگم، ساختار رو از بین بردن به عنوان اینکه این مال رژیم شاهه. بابا الان خیلی از اون چیزا که خوب بوده سر جاش میتونست بمونه، فقط میشه شاه بره و اعوان و انصارش 10 تا 15 تا. بعد ولی اون ساختارها رو حفظ بکنیم. آخه اون ساختارها حاصل کار مردم همین مملکت بوده. انقلاب این کارو میکنه، همین اونها رو به باد میده، ساختار رو نابود میکنه. بنابراین بنده همون موقع احساس میکردم که ایدئولوژیک میاد و ایدئولوژیش هم میفته دست آدمایی که اصلا هیچ نمیدونم فرصت طلبن و حتی انقلابی واقعی نیستن که. درباره ممیزی صحبت‌هایی میشه ما چند تاش رو از شما بپرسیم. یکیش اینه که چون ما صحبت کردیم با مسئولین امن، می‌خوایم شما که خب گذرتون تو این 40 سال خیلی به اداره ممیزی خورده، یعنی منظورتون دباغخونه است دیگه، چون دور از این اصطلاحی نه دیگه، میگن گذر پوست به دباغخونه میاد، اونجا دباغخونه ما دیگه میخوان دوست دارن اونجا بکنن. شما آدم بزرگواری هستید ولی ممکنه اونجا دباغخونه باشه. بله نه خب بندم پوستم رفت اونجا. حالا توی دباغخونه میگن که چون من صحبت کردم این ضبطم شده، من پرسیدم گفتم مثلا شما به متن چیزی اضافه میکنین؟ گفتن هرگز. بنده میارم چیزشون رو که برای من تعیین تکلیف کرده بودن که این مقدمه رو بردار بیجاش اینو بنویس. بله هستی همین مال همین دوره. رفتم کتابو بگیره، کتاب چیز تازه چاپ چندم بود، آلبر کامو از سری بود به اسم نامآوران فرهنگ که 3 دفعه هم چاپ شده بود. برای چاپ 4 گفتم موجب داره دیگه، 3 دفعه چاپ شده، نه باید دوباره ممیز بشه. بعد بردیم دادیم اونجا، بعد آوردن نوشته بود که مقدمه مترجم حذف شود و بجاش اینو بنویسید. بعد رفتم اونجا داد و بیداد، البته واقعا خب جواب دادن دیگه. گفتم بابا غلط کرده، بعد نمیدونیم این کیه. رفتم پیش آقای جوادی، من همه چیز رو روشن و روک و صاف میگم و آقای جوادی گفت نه آقا زنگ زد به مدیر اداره کتاب، گفت آقا بیا ببینم آقای مرادینیا یا بله آقای مرادینیا، خب بیا ببینیم کی اینو نوشته. آقا اینا کیان که مثلا به دیمی بگن اینو ننویس اینو بنویس. بعد همونجا پیش کردم پیداش کردم و بعد گفتن که آقا نه اشتباه شده، اصلا بیخود کردم. یعنی میکنن این کارو. میدونی چرا؟ چون من چند این متداوله یا اینکه نه یه بار برای شما اتفاق برای من 3 بار داده، ولی تو این با آقای صالحی 1 بار همین چیز بود. ولی تو هر دوره سیاسی 1 بار اتفاق میفته. ولی حالا با احترام و حرمت برخورد کردن و این چیز شد. ولی اصلا اساسش اینه دیگه،
بنده اونجا گفتم ببین من نیامدم فقط برای همین یه دونه چیز، من اینو به عنوان نمونه آوردم و بعد حالا من دیگه مثلا بعد 40 سال اینجا تو این مملکت شناخته شدم و نمیدونم فلان، با من با حرمت برخورد. ولی این سیستم ایراد داره. همین ببینید این اشتباه فردیه یا به نظر شما از ساختار هستن؟ ساختار اینه دیگه. آخه این اصلا این ممیز کیه؟ این ممیز کیه؟ محرمانه بودن اسمش یا نشناختنش خودشه و وقتی که من میشناسم. آخه ببین بعضی از این ممیزا و هستن که شاگردای من بود. از اون شاگردای بی سواد من بودن، ولی بعضا تو ما معلم بودیم دوستمون داشتن میان پیشه، چون گذاشتن ممیز خب واقعا به خدا بدبختی نمیدونم بعد یه 5 دلار بهمون میدن نمیدونم برای هر یه دونه کتابی که ما بخونیم مثلا اینقدر پول میدن. آخه اینطوری ممیز میشه کارمند دیگه. کارمند اصلا ممیز رو باید بردارن. یعنی و نه اینکه با این بهانه ها که حالا نمیدونم اگر ناشر فلان باشه به خود ناشره واگذار، از این خبرها نیست که خیالتون رو راحت بکنید برید. آخه گفتم این فرهنگ رو ما ساختیم، ماها میسازیم، ما صاحب کنیم. شما ممیز کیه دیگه؟ برای هر کتاب میگن که حد اکثر 1 ماه زمان میخوام برای پاسخگویی. دروغ محض. کتابی دارم که 8 ماه مونده اونجا. بله کی بود الان نمونده گرفتم. بعد از این که 8 ماه موند و ناشرم نمیتونه، باز دوباره خودم آستینا رو بالا زدم رفتم اونجا. آره دیگه گفتم بابا آخه خجالت بکشید، هی مصاحبه میکنی میگی که یکیشو دارم اسم میبرم، هیچ کتابی رو 2 ماه زودتر نمیدن. از کتاب‌های من هیچ کتابی خیلی کتاب دارید. آره دیگه. ولی خب هر دفعه من که نمیتونم سر هر یه دونه کتاب باز دوباره آستین رو بالا بزنم برم اونجا دعوا بکنم. آقا باید کار و زندگی تو بهت بکنی بری اونجا فقط دعوا کنی. ولی مطلق دروغه بابا. اصلا بعضی چیزا نسبی دروغه. ببین کتاب رفته بعد 6 ماه جواب ندادن. حالا دیگه من از اینجا ناگزیر تلفن کردم، بعد معلوم شده که اصلا ممیزی کتابو گم کرده، بعد روش نمیشه. این کارمندینه دیگه. این برای اون کتاب نیست که مثل یه ورق کاغذه و حالا برده خونه که نمیدونم بابتش نمیدونم 100,000 تومان پول بگیره، بعد مم شده گفته که ویل کن با 100,000. اصلا به کتابه فکر نمی‌کنه که فقط اون 100,000 تومانه فکر میکنه. خیلی رسواییه. اون دباغخونه رسوایی هایی هست که سیستم باید اصلاح بشه. اونجا هم که بنده میرم میگن چش چون گفتم من نمیرم بگم که میگم من که همه میتونن نمیدونم یه تلفن بکنن وقت بگیرم بیان نمیدونم وزیر رو ببینم معاون وزیر رو ببینم. و برای من خجالت آوره که چون از این میشه برای من راند، چون من 200 کتاب دارم شناخته شدم، یه تلفن میزنم فوری به من وقت. خب میگم من بقیه چی؟ اون جوونی که اولین کتابشه چی؟ بابا سیستم من نیامدم فقط برای این یک کتاب. گوره بابای اون یه دونه کتاب. سیستمتون اصلاح کنید، جوون رو داری ناامید میکنی. من که از رو نمیرم. من بالاخره برای چاپ مجدد هم شده ممیزی جلوشو بگیره؟ بابا همه اینا که میگم چاپ مجدد بودن. انسان نمیشه. آره دیگه. اضافه کردی؟ مطلقاً آقا اضافه چی اضافه؟ همون کتابه. ترجمه است دیگه. ترجمه که نه مثلا شده پانویسی یه چیزی کناری. میگن اینو البته در مورد میراث ادبیات فارسی این جمله هست، شما میتونید در مورد هم نظر بدید، در مورد حالا فضای علوم سیاسی و فلسفه از شما بپرسید. میگم ما میراث ادبیات فارسی رو ممیزی نمی‌کنیم. نمیدونم ولی ظاهراً آره دیگه. خب مولوی هم بیان میراث چی سانسور بکنن یه وقتی می‌کردن ولی الان ظاهراً دیگه میگم آخه ما بدبختی ها دیده این تو مملکت. جالب‌ترینش رو میتونید بگید؟
تو ذهنتون هست یا از دوستان شنیدید و مطمئنید اتفاق افتاده؟ بابا خیلی چیزا بود دیگه. یه موردش که حالا وزیرم جواب داد، من با یه خبرگزاری مثلا مصاحبه خیلی زیاده، ولی حالا این چون رسانه‌ای شد و اینا، بعد اون موقع این جنتی وزیر بعد کتاب من گفته بود که واژه خوشگل رو هست. خوشگل مثلا اینا هستی، برید یه سرچ بکنید ببینید. واقعا خوشگل اونجا داشت چیکار می‌کرد؟ اونجا کمد بود، یارو یه کمد خوشگل خریده، ولی تازه دختر باشه خوشگل باشه، همین دختر باید زشت باشن. آخه توصیف دیگه، خوشگله دیگه. آخه چرا باید خوشگل چیز باشه؟ آخه دوره میرسدیم که واویلا بود از این بابت. اصلا بابا آخه چطوری ممکنه تو کلمه رو بهش گیر بدی؟ این کلمات با زبان فارسی کلمه که نمیتونه چیز باشه. الان میگن قشنگ آقای حسینی زاد مصاحبه کرده گفته من گفتن قشنگ اونجا تو اون توصیف در بیاره. این تیکی همین دیگه. حالا به هممون دیگه، من که استثنا نیستم، به هممون همین کارا رو کردن دیگه. مثلا ما یه شعر از ازراپاند بود تو کتاب ازراپاند، رخساره دخترکان. گفت نمیشه. چرا رخساره دخترکان چه اشکالی داره؟ رخساره دخترکان؟ آره گاهی اوقات رخساره دخترکان زیبا یا نفالی؟ همین فقط رخساره دخترکان. نه یه شعر بود ولی هیچ چیز بعدی نداشت. نه آره بعد مثلا گاهی اوقات اصلا گاف هم میکنن، خیلی گاف های بدی میکنن. یعنی ما یه کتاب داشتیم راجع به جنگ، جواب میدن که اشتباه بالاخره وجود داره. نه بعضی هاشو چیزی نمیکنن. من اتفاقا این یکی رو اعمال کردم شانسورشون که نشون بدم که شما چقدر چیزی. یه کتاب راجع به جنگ بالکان بود که کدوم جنگ 1992 تا 5 کتابش هست اسمش بالکان اکسپرس. یه صحنه هست که به صحنه فجیع و دردناکی، کتاب اصلا خیلی دردناکه دیگه، جنگای داخلی و آدما کشته میشن. بعد یه زنی رو که خیابون عبور میکرده تیر میخوره بهش و این روزنامه نگاری که اینو داره مینویسه شاهده، میگه که سینه خونالودش به مثلا آسفالت خیابان جست. دارن که این سینه رو برداری بکنید اندام. تو که اینقدر خری آخه اندام خونالود بالاخره کدوم از سینه که آخه سینه دیگه خونالود افتاده بزن. ببین دیگه اینا بیشوریه. میدونی بیشوری فقط کتاب نیست، اسم کتاب نیست، بیشوری بخشی از زندگی ماست. با این همه یه جمله‌ای از شما دیدم برای پایان در مورد این حالا بحث کنیم. گفتید در وضعیت فعلی ممیزی باشه باز بهتر از اینه که نباشه. این به چه معنا؟ یعنی این به معنای قوه قضاییه آقای صادق لاریجانی یعنی و آقای جعبری دولت آبادی. میشه آقای جوادی رو دید، با آقای صالحی میشه صحبت کرد، اونا رو دیگه اصلا چیز نداری؟ نه یعنی ببین آخه یعنی اینور راحت‌تر میشه صحبت. یکی از چیزهایی که ته نداره همین بیشوری. یعنی ما نمیدونیم که آخه با چند تا چیز تازه همین هم باز حاشیه‌امنیت نیست برای یعنی مجوز داده کتاب وزیر ارشاد رفته چاپ کرده، بعد نویسنده رو گرفتن کردن تو زندان. همین کتاب یعقوب یادری. آداب بیقراری. آخه یارو رو بردن تو داد، میگه آقا من که دیگه بدبختم، من سر خودم که چاپ نکردم، مجوز داره. نگفتن مثلا کتاب رو جمع کنیم نمیدونم و بعد چی؟ خود طرف لوره، گفتن توهین به لورا. بعد گرفتن تو
خرم آباد کرده بودن تو زندان. موقع من هنوز جلسات کانون نویسندگان رو میرفتم، من دیگه نمیرم. بعد اونجا ما بابا اینو یعنی چی؟ نویسنده دیگه بدبختی ترین بدبختی کشیده، داده، مجوز هم گرفته، بازم امنیت نداره. بگیری بکنید دیگه بس همین سیستم باشه باز بهتر از اینه که نه دیگه. میگم حتی همین سیستم همین نیست. الان هم به نظر من ببین همینا آخه به حداقل که نمیتونیم ما رضایت بدیم. زندگی رو از زیر تیغ سانسور در بیارید. همان گونه بله، یعنی آنچه که داره اتفاق میفته من دارم گزارشگری میکنم، تو همین مملکت داره اتفاق میفته. هر کس که نمیبینه بیاد من نشونش بدم. خب من چرا حق ندارم راجع به زندگی تو این مملکت جریان داره بتونم بنویسم؟ این آدما واقعی هستند، این آدما وجود دارن، این آدما فقط زایده تخیل من نیستن. شما میگی ننویس. اون که داره زندگی رو انجام میده. یعنی توی این مملکت آدما نمیرقصن، توی این مملکت آدما قاچاقی مشروب نمیخورن. چی هست؟ آره نه اصلا آخه رقص بخشی است. اینا مقاله هایی که من چاپ کردم در بدترین، در اوج فضاحت این مملکت چاپ کردم. حالا مطبوعاتشون سانسور نمی‌کردم، ولی خب آدم هزار تا مهم نیست، ولی من میگم ببین خداوند خودش برگ‌های درختان رو به رقص میاره. خداوند خودش با زمزمه رود موسیقی جاری میکنه. آخه اینا رو تو میخوای سانسور کنی؟ یعنی خداوند رو هم شما میخوای سانسور کنی؟ من بنویسم که برگ‌های درخت‌ها حرکات موزون میکردن، حرکت میکردن از زاویه 60 حرکات موزون. آخه یه مدت این بود دیگه میگفتم به جای رقص بذارید حرکات موزون. میگم بابا رقص دیگه، رقص زیبایی خداوند، شما با زیبایی چه مشکلی دارید؟ اینا زندگیه. مردم قاچاقی مشروب نمیخورن. من اگه بخوام راجع به این آدمایی که رفته قاچاقی مشروب خورده و کور شده بنویسم میذارم؟ کوکاکولا، نوشابه کوکاکولا. آره کوکاکولا خورده کور شده. اینا واقعیت، میگن واقعیت ها رو کتمان بکنید، پنهان بکنید. چرا باید پنهان بکنن؟ کی نمیدونه تو این مملکت که آدما یواشکی مشروب میخورن، آدما تریاک، تازه تریاک بکشن و اجازه میدن، چون نه قدیم هم اجازه میدادن. تریاک رو دوست دارم ولی مشروب دوست ندارم. منم میگم من که تبلیغ مشروب نمی کنم، میگم مشروب خود کور شده مثلا، ولی این واقعیته. حالا همه هم کور نمیشن، ولی بالاخره یک نفر هست تو این مملکت که ندونه آدم ها مشروب میخورن. یعنی ما همین اون آدم هایی که فرمانده نیروی انتظامی میاد میگه که نمیدونم 1 میلیون بطر مشروب قاچاق. آره خب این 1 میلیون بطر کی میخوره؟ میخورن که میاره دیگه. خب من راجع به این اگه بنویسم این تبلیغ مشروبه، پس فرمانده نیروی انتظامی هم داره تبلیغ مشروبه. من دارم می‌نویسم این واقعیت این جامعه است و ادبیاتی که بند نافش به زندگی بسته. اگر این بند ناف ببرن اصلا هیچی سنگ رو سنگ بند نمیشه. آیا دیدیم آخرین سال از حالا یه سری فعالیت‌های صنفی جایی مثل کانون میکنن یا اینا، شما رضایت دارید تو این زمینه؟ نه ببین هر چیزی که بره زیر زمین اون حتما نطفه فساد رو خودش میده. کانون آبروی این مملکت بود. کانون نویسنده وقتی که هر بار ما خواستیم مجمع عمومی بذاریم که خب باید مجمع داشته باشی و نیروی انتظامی نمیدونم بابا آقای 20 نویسنده است مگه من میخوام چیکار کنم؟ خب چرا میایین؟ وقتی که اینطوری میکنن میره زیر زمین. وقتی رفت زیر زمین
شما ببین دیگه از اون آدم هایی که توی قانون بودن چی مونده دیگه. من هم الان رغبت نمی کنم برم، برای اینکه حس می کنم که این قانون دیگه قانون نیست، که واقعا ما آدم استواری که با فرهنگ این مملکت عجیب، ما میریم کنار، یه عده دیگه میان و چیزی هم بهشون نمیشه گفت دیگه. ولی خود کی وقتی یه عده آدم استوار هستن واقعا درد فرهنگ دارن. وقتی که اینا رفتن کنار، یه عده که فقط شعار میدن، نمیدونم آقا سانسور هست، خب هست دیگه سانسور، ولی یه مجموعه استخوندار حرفای حساب میزنه، حرفای جدی میزنه. پس شما از یه سری بیانیه سیاسی و اینا رو دیگه نه دیگه، آره دیگه تبدیل میشه به بیانیه سیاسی. قانون نوشتن میگن اگر آزاد بود اونجا بحث ها در میگرفت، اونجا آدم ها رشد پیدا میکردن. خب جوان این مملکت کجا رشد پیدا بکنه؟ همه مجامع رو وقتی این گونه به چیز میکنن. آخرین سال ممیزی و آیندهش رو چجوری میبینید؟ یعنی فردا، چون شما گفتید که ما یکی دو تا چیز رو در مورد پیشبینیاتون گفتید من اینو تو بهار عربی میبینم یا اینو تو انقلاب میدیدم، الان ممیزی رو فکر کنید حالا اینا کلیش همون گونه که دائما ناگزیر شده‌اند منعطف‌تر باشند، منعطف‌تر خواهند شد. ولی بنده به سهم خودم تا نفس دارم اجازه نخواهم داد که این حرفا تو کت من نمیره. من با سانسورچی جماعت آبم توی جو نمیره و برای آزادی مبارزه خواهم کرد. و طبیعتاً اصلا این خلاف سرشت دنیاست. سانسور به کجای دنیا دوام آورده که اینجا استالینش نتونست دیگه، از اون توتالیترتر ماوش نتونست، نمیدونم تازه باز اینجا میگید نتیجه بخش نخواهد. نه ببین تازه باز اونجا ببین باز سیاسی عمدتر، یعنی مثلا تنزی در می آمد. ما داریم دیگه، شفچنکو داشتیم، درسته از گرسنگی مرد چون اینقدر بدبختش کردن، ولی آخماتووا رو داشتیم، نمیدونم تسلایوا رو داشتیم. آخه نمیدونم عبرت نمیگیرن، آدمای نادان عبرت نمیگیرن و هم خودشون رو بدبخت میکنن هم مردم، ولی این نمیپاید. امیدواریم که همیشه سرحال و سرپا و سرزنده باشید. قربان شما. خدا نگهدار.